بسم الله الرحمن الرحیم. من روی این نکته تأکید دارم، اگر که منتظر هستین تو این جلسات کسی بیاد 1 2 3 4 به شما متن درسی بده، اینجوری نیست این جلسه. من اینو دارم صراحتا عرض میکنم. اون چیزی که لازمه شما بهش توجه بکنید به نظر من اینه که از مجموع این صحبت‌ها خروجی خودتون به دست بیارید، بعد متعاقب اون 5 سال 10 سال 15 سال کار بکنید. اون اتفاق رخ میده که شما یه توان مدیریتی و تشکیلاتی پیدا میکنید. نکته اولی که به نظر من میرسه اینجا این است که ما ببینیم برای چی میخوایم کار فرهنگی بکنیم. اگه آدم بدونه که برای چی شروع کرده، بعدن خیلی از سوالاتش جواب خواهد داد. ما با توکل وارد این میدان میشیم، قصدمون جهاد، دلخوشیمون هم کمک خداست. شهید بهشتی رو شما نگاه میکنید، میگه که من اینقدر ساعت وظیفه‌مه که به خدا و عبادت و سلوک فردیم برسم، اینو با هیچی عوض نمیکنم. بنده اگر کار فرهنگی قراره بکنم، اول به بچه خودم و زندگی خودم و کارهای خودم نگاه میکنم. تو خودتو چقدر تونستی اداره کنی؟ اگر تونستی اداره کنی، حالا بقیه رو به تحویل میدیم دستت. ما با نیت الهی وقتی وارد شدیم، اثر نیت در کار از هر چیزی بیشتره. یکی از اولین چیزهایی که هر کسی کار فرهنگی میکنه به نظر من باید تابلو بنویسه، به دیوار بزنه، جلو چشمش باشه همیشه، اینی که بدون تحمل و صبر و بردباری انسان به هیچ جا نمیرسه. ما اگر مقبولیت و پذیرش نتونیم ایجاد کنیم، کار نمیتونیم کنیم. وقتی با انسان طرفی، باید خودت رو آماده کنی که این انسان پاشو رو شانه های تو هم بگذاره بالا بره. اگه این تحمل داشتی میتونی اثر بذاری. وقتی من تو زندگی و کار فرهنگیم احساس کنم مأموریت دارم و برنامه دارم، این برنامه است که به من میگه چی کار باید بکنم. و اون وقت اون سند راهبردی که من دارم برای 10 سال آینده قرارش کار بکنم، سند راهبردی به ما میگه شما قرار کاری بکنید که 10 سال دیگه این محله، این مدرسه، این ساختمون، این سازمان، این نهاد، این شهر الهی تر باشه. من میخوام کار فرهنگی بکنم، از کجا شروع بکنم؟ اول از خودم کتابخوانی میکنم، کتابخوانی رم ترویج میکنم. اما اون چیزی که اساس خود من هستم، تا خودم اصلاح نشده باشم نمیتوانم دیگران رو اصلاح بکنم. حالا اولین کاری که باید بکنیم وقتی با دیگران سر کار داریم اینه که طرف رو بشناسیم. این دیگه تاکتیک منه. اگه من توی شهری دارم کار فرهنگی میکنم، حتما باید ببینم قبل از من دیگران چیکار کردن. این مراحل یه چیزی که باز خیلی اهمیت داره اینه که ما این مستندات رو ثبت کنیم، این گزارش‌ها رو بنویسیم. یکی از مراحل بسیار حیاتی و مهم نظرسنجی از مخاطبه. من بازخوردار بگیرم آیا واقعا این سخنرانی فلانی که امروز صحبت کرد به درد میخورد یا نه. چون یکی از مشکلاتی که گاهی وقتا توی فعالیت فرهنگی به وجود میاد اینه که 5 نفر دارن با هم کار میکنن، یکیشون مثلا میگه جذب حد اکثری یه چیز تو ذهنشه و یکی چیز دیگه، بعد نتیجهش این میشه یه خانم مانتویی از در میخواد بیاد تو، یکی چش قره میره، یکی به به چهچه میکنه، برای اینکه با هم دیگه به یه ادبیات و یه فهم مشترک نرسیدن. منم با تدبیر کنم که آقا کجا، چه جوری، برای چه مخاطبی چیو بگم، چه جوری بگم. هدف کلانم معلومه، اون نشسته همین کارو کرده. اون هدف کلانش تفرقه انداختن بین شیعه و سنیه، ریز کرده، مأموریت هر دستگاهی رو جدا جدا تعریف کرده، رسیده به این جزئیات. ما یک فعالیت سیاسی داریم، یک سیاسی کاری داریم. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. اون چیزی که حضرت آقا بهش تأکید میکنن، دائم تأکید دارن که دانشجو باید کار سیاسی بکنه، فعالیت سیاسی بکنه، اون نشاط و حرکت و فعالیت سیاسی به معنای حضور اجتماعی سیاسی، به معنای شناخت جریانها، حتی تمایل و گرایش به یکی از جریانات، این ایرادی نداره. مشکل از جایی شروع میشه که ما سیاسی کاری کنیم که دیگه ما خیلی کارا رو مجاز بشماریم به خاطر اون. این که امام فرمودن ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه، اینجاست. من وظیفه دارم حد اکثر نیازهای ممکن رو فراهم بکنم، وظیفه من انجام بدم. یه وقتایی ممکنه اثر بکنه، یه وقتایی ممکنه اثر نکنه. یکی از مشکلات ما گاهی وقتا اینه که انگار تو اتاق شیشه‌ای داریم حرف میزنیم، مخاطب تو عالم خودشه، منم تو عالم خودم. رسیدن به این فهم و این ادبیات لازمش اینه که من با مخاطب کار کرده باشم، با مخاطب ارتباط داشته باشم، تو فضای مخاطب باشم، بعد بر اساس مبنای خودم و بر اساس قاعده خودم با مخاطب ارتباط برقرار. یه قاعده کلی هست و اون این که کار گروهی قطعاً بیشتر از کار فردی اثر داره. اگر هر کسی بخواد نظر خودش تامین بشه، کار گروهی نمیتونه بکنه. این فرمول این معادله است.
اگر کار فرهنگی میکنیم باید بپذیریم که هر کدوم یک قدم از خواسته هامون بیایم عقب. اگر با این روحیه بشه کار فرهنگی کرد، به نظر من کار فرهنگی اولویت داره. اگر نه، شما میبینید تو کار فرهنگیتون 2 نفر هستن که اصلا کل جمعو دارن به هم میریزن، اونجا ممکنه شما احساس کنید همون 50% بهتره، چون با این کار فرهنگ، کار گروهی 70% که تامین نمیشه، هیچ 20% هم اتفاق نمیفته. میگم 50% من ترجیح دارم.